خیلی از فاتحه ها اینا اگر گناه نداشته باشه ثواب اصلا نداره. به خاطر همچشمی یک مسئله مردگی پیش آمده، پول قرض میکنه از طرف برای که یک فاتحه سنگینی که 1 لک 2 لک، بعضی فاتحه ها تا 2 لک افغانی هم هزینه میشود، در حالی که این آدم همین 2 لک افغانی رو قرض کرده، در وقتش اگر ادا نکنه فعل حرام انجام داده. بله اگر کسی توانش را داشته باشه فاتحه بگیره، چند مؤمن را نان بدهد که نور علی نور، مستحب هم هست چند مؤمن بیاید در سفره این آدم تغذیه شود، خب نان داده شود که برکت میاره در زندگی. ولی این پول از کجا آمده؟ این پول قرض است، کسی قرض کرده در وقتش هم داده نمیتوانه. اینمی چون مقدمه ترک واجب ادای دین واجبه دیگه، در وقتش ندهی اینمی فاتحه چی بسن شما حرام. یعنی خوش است که ما ختم قرآن گرفتیم، این ختم قرآن های ما، همین فاتحه های ما خیلی اوقات اگر نگیم صریح حرامه، رایحه‌ای از حرمت درش وجود دارد، چون خود را مدیون کرده. یعنی پول طرف هم در وقت و زمانش ادا نمیتواند، یک مومن را دل شکسته کرده به خاطر یک فاتحه، به خاطر که مردم بگه فلانی فاتحه گرفت تقریبا 2000 نفر بود، تو همونی دیگه، اون چند تا کلمه ای چند تا جمله ای چی بسا بعضی مذمت هم کنه، گل گدا آمده این همه هزینه. یا بعضی مسائل عروسی، خیلی از مسائل عروسی هست واقعا با فعل حرام شروع می شود. یعنی این یعنی پدر دختری یا مادر دختری که سر داماد فشار میاره که حتما عروسی رو در هتل، اون مجبور دیگه، آدمش گیر مانده. وقتی در هتل عروسی بگیرد حداقل 2 لک هزینه داره، اون چی که من شنیدم. البته یک بنده خدا گفت که ما 7 لک افغانی هزینه کردیم. 7 لک افغانی در این شرایط فعلی نه کار نه کسب و شغل، یعنی 7 لک افغانی را در یک شب دود و بخار میکنند. خیلی ها که میاد غذا میخورید نمیشناسه، چی بسه لعنت کنم بخورم لعنت کنم، خیلی هم خوردم لعنت کردم. بودی پول مست نگاه دیوانه احمق نگاه، این هم از اینه هم نانش رو خوردم فوش داد، زیاد اتفاق افتاده. خب این چنین اعمال پیامبر این نکته بسیار مهم میره، این کاربردی ده کلمات پیامبر از متن جامعه، از زندگی جامعه اتخاذ می شود که یا علی ازا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل، ما فضائل ما کسب فضائل کنه، فلانی چنان عروسی داد آقا حدودی 7000 یک نفر رو با افتخار هم میگفت در جلسه، باشه آقا ما چنان جلسه سنگین بود 7000 نفر غذا دادن، 7000 فعل حرام انجام داده. خب اگر حرام نباشه مکروه که 100% نه حرام است، چون مال رو بیش از حد نیاز اگر مصرف کنی اسراف است. اسراف به اتفاق حرام است، بالادله الاربعه حرام است، هم به حکم عقل، قرآن، حدیث و اجماع. اسراف و این قرآن داریم دیگه، ان المسرفین هم اخوان الشیاطین، مسرفین اینا برادر ناتنی شیطانه، اینا برادر شیطانه. یعنی وقتی که تو این همه فشار میاری سری داماد مظلوم، خیلی ها که جرأت عروسی نداره، جرأت تصمیم نداره که عروسی کنه چون توانش نداره. تنها یک عروسی 7 لک افغانی شود، یک عروسی 3 لک افغانی شود، این بنده خدا جرأت میتوانه که عروسی کنه؟ نمیتوانه، زورش نمیکشه. حالا خیلی از جوانا، خیلی از دخترها که در سن کهولت میرسد، خیلی از جوانا از سیرت میکنند. اگر یعنی این هزینه های شیطانی، این سنت های شیطانی از جامعه برداشتش و مبارزه شود،
هر کس به اندازه خودش مبارزه کنه، مسخره کنه، هم نانش رو بخوره هم مسخره کنه، این نانش ارزش هم نداره، ارزش مسخره کردن رو داره. یعنی کم کم تبدیل می شود به قباحت. هر انسانی امر قبیح رو دوست ندارد. یا همین بزرگان جمع شود جلوی این چون سنت های غلط و شیطانی رو بگیرن. اگر هزینه عروسی تقلیل پیدا کنه، کم شود، شاید کسی از 18 سالگی رد نشود که صاحب خانوم شود، صاحب شوهر شود، چون با هزینه اندک هر کسی میشه تصمیم بگیرد. حتی بچه دهقانی که چیزی هم نداشته باشد با هزینه معمولی انسانی اسلامی میشه تصمیم ازدواج بگیرد. خیلی از جوانان ما بندای خدا میبینیم، خوب ما بین مردمیم دیگه، شما بین مردمید دیگه، خود شما مردمید دیگه، تصمیم گرفتن نمی چون توانش را نداره. در تهران ما یک سر جوانی خوش قیافه با حال را گفتم در یک جلسه عروسی که خریدش نمیده کجا رسیده بود، تنها در عروسیش میگفت که 1 میلیارد یعنی تومن هزینه شده بوده. تا کی آقای شریفی با همین هزینه آدم میدن عروسی کنه؟ با همین هزینه ای که تو میدنی ما 1/10 رو ندارم. راستم میگم. بر این اساس با این سنت های غلط، با این افکار غلط باید مبارزه کرد. یا مثلا این داماد مظلوم رو فشار میاره بعضی از یعنی پدران و مادران دختر 100% فعل حرام انجام میدهد، 100%، هیچ شکی نیست. مثلا یک سنت های غلط یک کسی رو صحبت میکرد، میگه 40 تا چادر سر زبند خدا خریدم. این خانومی که چادری که سر خود در نماز چادر میگذاره، نمازش باطله. این نماز باطله. این داماد با طیب نفس نخریده، این مجبور شده دیگه. تو با کدام دلیل شرعی این چادر سر میکنی؟ بخش کدام آیه یا ایها الناس ان علیکم البخش ما هم شای قرآن داریم یا روایت داریم، بخش 100 تا چادر 50 چادر بخش، یعنی بخش یک سنت غلط. این چادری که سر از داماد خریده میشود، مجبوره دیگه، چاره نداره دیگه. 20 تا چادر 30 تا چادر حالا رسم شده. این چند تا حرام اینجا انجام میشه، همین که برکت در زندگی نیست. چند تا حرام انجام میشود. یک حرامه که پدر دختر انجام داده است که مجبور کرده این بنده خدا که از طیب نفس که راضی نیست که بیاید 40 تا چادر بخره، 40 تا لباس این عموی خلی مانند نگاه کن، اون یک لباس دزمه بخر، ما بخش حق دارم. تو از کجا بخش حق دارم؟ بخش از کدام ملاک خدا رحمت کنه آیت الله کابل سره میگفت قلین حرامه. همه مجتهدین میگه حتی قلین حرامه، چی رسه بخش. این بخش از کجا، کدام وجه شرعی داره، کدام دلیل شرعی دارد؟ یعنی 20 تا لباس برای عمو پسر عمو خال، مثلا دایی و پسر دایی از کجا پیدا شد که بخش به این از کجا؟ این لباس این عمه و خاله که می در روزه نماز شب میخونه با این چادر که نماز میخونه، نمازش باطله. چرا؟ چون این چادر را از کسی بزور گرفته دیگه، او که مجبور به چاره نداره دیگه، خابریش در خطره، با 40 تا چادر بخره این بنده خدا. از او قرض کو برای چادر بخره برای عمه برای خاله. این خاله و عمه همچنان صلوات میگه دروغی، صلوات ها کلن باطله، صلوات های شیطانی. با همه چادر بازی صلوات میخونه. آقا این چادری توی لباسی توی پیراهنی تو که تو در تن کردی اینمی حرام است. برای چه حرامه؟ با خاطری که طرف مجبور کرده که چاره نداره بیچاره. میگه آقا رضایتش را گرفتم، کجا از ته دلمون اگر آزاد بگذاریم؟ نه بابا ما کجا، مرا مجبور کردی، چاره نداریم، مجبور دیگه، با خاطر حفظ آبروی خودی کار میکنه. این خانم نماز باطله، او عمو رو باز نگاه چنان صلوات میگه در نماز شب هم میخونه 300 بار استغفرالله رو برتن بود. فعل حرام انجام ندی. تو با همه لباس نامش بخش گذاشته، با همه لباس که نماز میخونه، نماز تو مشکل داره.
خب طرف بیچاره راضی نیست که این همه هزینه کنه. لذا بعضی سنت های غلطی که امروز راه افتاده، اینا رو باید بزرگان هیئت امنا یک ناحیه در هر جا هست با اینا باید مبارزه کنه، و اگر نه این سنت ها ریشه بگیرد، خیلی از جوانان بدون زن میماند، جرأت نداره که وارد میدان شود.